سب گویز چطورین بچه ها؟ اومدیم با بازی گاردن آف بند قرار گاردن آف بند 2 3 که تمام گاردن آف بند رو بازی کنیم و ببینیم این بازی چجوریه. قبل از شروع بازی مطمئن میشه که لایک کامنت فراموش نشه و حتما سابسکرایب کنید وگرنه به بند میگم بخورتتون. لیتس گو. خب ما اینجا چی داریم؟ اینجا میگه کارت آبی میخواد. خب یه دکمه اینجاست، اینجا هم هیچی نیست. خب بین این مشت این کارت آبی برداشت. این یک کارت آبی رو برداشتیم میذاریم اینجا. در باز میشه یه چیزی اینجاست. هفهش کن یه دکمه چیزی برداریم. خب اینو برداشتی بگم برای بعد است. 2 تا باتری میخواد. باتریش کجه؟ آقا فکر کنم بریم پشت این یخچالشو میتونیم بگیم. مثلا اینو با باتری کنیم. یه دونه باتری اینجا، یه باتری هم اینجا، یه باتری اینجا. 2 تا باتری برداشتیم. بعد خودش روشن شد. آقا نکنی بربادر بزنیم به این دکمه ها. بربادر بزن با این دکمه ها. این دکمه رو بزن در اینجا باز شد. این دکمه رو بزن در اینجا باز شد. امیدوارم که باز نشه. معلومه دیگه باز نمیشه چون اینجا 2 تا داره شبیه یه عکس هم هست. آقا نمیدونی یعنی چی. آقا فکر کنم این میخواد شورت من بکنم. خب میبریم بچم از جای خیلی میترسم. روشن میشه. خب آقا اینجا میگه 6 تا تخم مرغ بکن تو دهنش. خب یکی اینه، یکی این. بقیهش کجاست؟ اینجا که نیست. یا پشت این قایقا نیست. یکی هم اینجا. 2 تا اینجا هست. یکی برداریمش. نه نمیتونیم برداریمش. اینجا چی؟ اینجا هم هست. نه نیست. هستش. یکی اینجا. اینم برداشتیم. فکر کنم باید اینو برداریم. شو این تقلبی باشه. آقا اینجا هم بگردیم. اینجا هیچ تخمه. این دکمه قرمز برای چیه؟ اگه ندیده بود این چیه؟ اگه این نمیزده بود اون روشن نمیشه. خب بهباد بیا اینجا. اینو بزن. چی میشه؟ بهباد اینو میزن. چی میشه؟ تخمه مرغ. بچه من نمیدونم چند تا شد. بچه این چه فرایی داره؟ ببین اینم میتونیم برداریم. تازه میتونیم برداریم. آقا ببینید چند تا شده. 1 2 3 4 5